کودک شو چی شد پس؟ کودک نفر دیگه اجرا کی؟ می‌کنه. خانم شریفینیا. میگه آقای شریفینی ها نبود او که مافیای سینما ایرانه. نه بابا او یکی دخترشون. دیگه است اصلا. نه دخترشون مهرابه و ملیکا که ملیکا اجرا میکنه. ها ملیکا. تو با باباشون هم رفیقی؟ بله بله دوست یعنی دارم. تو هم تو سینما آشنا زیاد داری ها؟ اگه تو سینما بودم الان اینجا چیکار نه میکردم؟ میدونم، میگم تو سینما آشنا نداری؟ چیکار میخوای بکنی؟ شماره هدیه تهرانیه میخوام. شماره هدیه تهرانیه داری بندازی رو گوشیم؟ ما که اجازه ندیم شماره همکارا رو میدونم کسی اجازه نداری، میگم شمارهش میخوام. میگم دارم ولی میخوای چیکار؟ میدونم آقا، میخوام تشکر بکنم بابت این همه سال فعالیتش. باشه من از شما خانم تهرانی تشکر میکنم بابت جناب خان. تو مگه احلام اینا؟ نه میخوام تشکر کاری بکنم، به اعلام چه ربطی داره؟ خب نه الان تشکر کاری مگه همکاری شما میخوای تشکر کنی؟ نه مخاطبم، تشکر نکنم. چرا زنگ بزن 162 تشکر کن. شماره 162. نه 162 رابط عمومی صدا و سیماست. شماره سردولت شاهی هم 162. همه 162 همه اینا پردیس احمدی هم میتونم داشته باشم. 162 همه اینا 162. 162 من اسکل گیر آوردی نه؟ نه چرا دیگه گفتی پسر لبو فروشه بپیچونمش؟ نه، با اختیاره. شمارهشو پیدا میکنم میارم میکوبم تو صورتت. پژمان